از امو خاطر از پیامبر علیه الصلاة والسلام سوال کردم که ای الناس احب الیک، کدام شخص از بین مردم بری تو خیلی محبوب است یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ پیغمبر علیه السلام قال، گفت عایشه، تو محبوب ترین شخص برای ما عایشه رضی الله عنها است. بعد از فقلت، گفتم که من الرجال، از مردا کی است؟ منظورشی بود که البته مرا میگه. فقال، پیغمبر علیه السلام گفت که ابوها، پدرش محبوب ترین شخص برای ماست. بعد از ما گفتم که بعد از او ثم قلت من، بیا باز کدام یکی بری تو محبوب است؟ بعد از او پیغمبر علیه السلام گفت ثم عمر بن الخطاب رضی الله عنه. این حدیث در بخاری شریف می آید. صحابی جلیل القدر عمار رضی الله عنه می فرماید زمانی که جنگ صورت گرفته بود در بین علی و عایشه رضی الله عنهما بنابر خطا اجتهادی، عمار رضی الله عنه به مردم می گفت که انی لاعلم انها زوجة رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الدنیا والآخره. ما یقینا میدانم که عایشه رضی الله عنها زن پیامبر علیه السلام ام در دنیاست و ام در آخرت است. ولكن الله ابتلاکم، لیکن الله شما را امتحان کرد ای صحابه لتتبعوه او یاه، که شما تابعداری پیغمبر علیه السلام میکنی یا عایشه را میکنی. یعنی منظوری پیغمبر علیه السلام ای بود که در اینجا در مقابل علی رضی الله عنه کسی می باشه و اجتهادش خطا می باشه. از این معلوم میشه که مقام و منزلت عایشه رضی الله عنها چقدر است. پیغمبر علیه السلام به فاطمه جگرگوشی خود رضی الله عنها می فرماید ای بنیه، ای دخترکم، الستی تحبین من ما احب، آیا تو محبت نداری به امرای کسی که من محبت دارم؟ فقالت بلا. فاطمه رضی الله عنها می فرماید که یا رسول الله چرا نه؟ ما کسی را که تو دوست داری و چیزی را که تو دوست داری ما بالکل دوست دارم. قال، پیغمبر علیه السلام به دختری خود فاطمه رضی الله عنها می فرماید فاحبی هذه، دوستی بکو، محبت داشته باش با امرای امی عایشه رضی الله عنها. در یک حدیث می آید که فضل عایشه بالای دیگه زنا به مثل فضیلت نان ترک شده بالای غیر نان هاست. الله متعال برش عجیب افتخارات نصیب کرده بود. تابعین هر کدامش قائل به است که ما به مثل علم عایشه رضی الله عنها علم کسی دیگری را ندیدیم. از این خاطر الله متعال عجیب افتخارات نصیب عایشه رضی الله عنها کرده. علما اجماع امت است که عام مسلمانان را پشت سر آیت میه اگر عام زنان مؤمن پاک دامن کسی تهمت میکنه، کدام جزاهایی که قرآن کریم در اینجا ذکر شده متوجه کلشان میشه، ولو که هر زن مؤمن باشه. اگر کسی ازواج مطهرات نسبت بدی، نسبت فحش نعوذ بالله به ازواج مطهرات بکنه، خصوصا با عایشه رضی الله عنها، به اتفاق علما و آدم کافر است، به خاطر که تکذیب آیات رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه. از همون خاطر هر کس که عایشه رضی الله عنها را زانیه یا فاسقه و فاجره بگوید او کافر است، به خاطر که نعوذ بالله تکذیب آیات قرآن و انکار از او پاکی که الله متعال بیان کرده از او را میکنه. شما خود میبینید شاید شبکه های داشته باشه، اصل حقیقتی مردم چهرهشان دیگر جای برملا میشه. یک شبکه به نام چی است؟ شبکه اهل بیت است. در اونجا به نام علایاری نیکی شیطان یاری است. شما کلمات از او را حواله های کتابای خودشان هم مکمل خودش میگه. امی کفایت میکنه به این که این مردم چه قسم عقیده داره و چه قسم مفکوره داره. از همون خاطر کسی سوال میکنه که اگر کسی عایشه رضی الله عنها را زانیه و فاحشه بگویه عقیده داشته باشه او کافر است، نکاح قطعی طور مردم قطعا نمیشه. من بسیار تعجب به اون ملاهای درباری میکنم، تلویزیونی میکنم که زمانی از پیششان سوال میشه در مورد امچو طایفه که اینی طایفه قطعش نکاح درست است، میگه که دو قسم مسلمان است. لعنت الله سرش نمیشه که آیات قرآن میخونه، به خاطر حفاظت موقف خود و جایگاه خود در بین مردم فتوای غلط و خلاف قرآن میده. این عالم هم در روز قیامت جواب میگه. من میگم که نه، عزت در پیش الله متعال است. اگر به میلیون ها مردم فاسق و کافر باشه، بیدین باشه که تو را عزت بده، عزت نیست. عزت الله متعال است. اما تاسف است که چرا تو از آیات صریح قرآن کریم این مردم هم میبینی کتابایش پر است و عقیده به مو کتابا داره، خودشان اعتراف داره که کل مسائل کتاب ما میپذیریم و او کتابایشان مملو از امی گپاست. تاسف در اینجاست ما دامن نمیزنیم مسائل فرقواریت، وگرنه در روی امچو مردمای تر کتابایشان بکشیم که شما باور به الله بکنی که سختترین دشمن اسلام به جز از این طایفه دیگه طایفه شاید نباشه.
از او خاطر هر کس که دشمنی صحابه را ازواج مطهرات میکنه و یقینا کافر هستند، به خاطر که تکذیب آیات قرآن میکنه. از او خاطر الله از این خیر بر ما معلوم شده اینه که الله براءت عایشه رضی الله عنها چه رقم بیان میکنه. ان الذين یقینا کسانی که جا و آمد آوردن بالافک، به دروغ تهمت بزرگ. افک امو دروغی را میگه که به قصد باشه و بی دلیل و بی سند باشه، حقیقت نداشته باشه. کدام دروغی که یا بسته کردن در مورد عایشه رضی الله عنها و صفوان ابن معطل صحابی رضی الله عنه. عصبت منکم، یک جماعتی کم است، یک گروه کوچک است، منکم از شما. الله متعال تسلی میده مؤمنا را، پیغمبر علیه السلام، صحابه کرام، شما خفه نشوی. کسی که طوفان افک بالا کرده مردم زیادی نیست، اکثریت مردم نیست، مردمای خیلی مهم نیست. این بجز از منافق و چند نفر ساده لوح مسلمانایی که خوش باور هستند، اونم و این کار چی کردن؟ ددان گرفتن. از دو خاطر شما باید زیاد خفه نباشی. یکی، لا تحسبوه شر لکم، شما گمان نکنی که بد است برای شما. همین تهمت ناحقی در دامن عایشه رضی الله زده شده، ایرا شما شر فکر نکنی، اگرچه در ظاهر سخن غم است، رنج است و یقینا اذیت زیاد به رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه رسیدن، لیکن بل هو خیر لکم، بلکی بهتر است برای شما. دی الله متعال بسیار خیر گذاشته. اول کدام آزار و اذیت که براتان رسید شما از صبر کار گرفته، الله ثواب صبر براتان داد. الله متعال درجه شما را بلند برد. بیان پاکدامنی عایشه رضی الله عنها به نص صریح شد که خود عایشه رضی الله عنها گفت من گمان توقع را نداشتم که در مورد براءت و پاکی ما آیات قرآن نازل شود که تا روز قیامت خوانده شود. دیگه سبب تسلی مؤمنا شد که آینده اگر یا مورد بهتان قرار میگیره امو درد و غم سرشان کم میشه و دعوتگرای حق همیشه همی تهمتا سرشان است، چرا که دشمنای دین میبینه که یا در حالت سرعت پیشرفت هستند، دیگر راه ندارن به جز از اینکه طور اتهامات وارد بکنه. و در اینجا خیریت است که بسیار مسائل آموزنده و درسای عبرت آمیز در این واقعه بر ما بیان شده که الله متعال او را یکی یکی بر ما بیان میکنه. آینده در این آیات ها بر ما و شما میه. لکل امرئ منهم، برای هر شخصی از این مردم که طوفان افک و دروغ بالا کرده، مکتسبت من الاسم، مکتسب من الاسم، برای هر کدامشان ما آن چیزی است اکتسبه که کسب کردن، کمایی کردن، من الاثم، از گناه. هر کس که گناه را کمایی کرده به اندازه امو گناه برش چیستا جزا داده میشه. یکی خود مردمایی بودن که صراحتا در زبانای خودی گپا را تا و بالا کردن، اما در بین صحابه یک تعداد مردم یک کمی در قلبایشان شک و تردد پیدا شده بود. اشاره به او هم است که کدام صحابه که در قلبشان شک پیدا شده بود، یعنی خاموش شدن، به زبان صریح رد نکردن، بلکه بس اوقات گمان بد پیدا کردن یا بیان بد نمودن، و هم در ایش جمله داخل شد. امو صحابه یک کمی گناه را گرفته. در اینجا امو صحابه از گناه بد شده که زمان این قصه را شنیدن صراحتا رد کردن، مثل ابو ایوب انصاری رضی الله عنه. از امو خاطر زنی ابو ایوب انصاری رضی الله عنه به ابو ایوب میگه چی میگی در حق نمی تهمتی که در مورد مادر مؤمنه بسته شده؟ ابو ایوب رضی الله عنه میگه که دروغ است. بعد از او بر زن خود میگه که اگر تو می بودی همین کار مرتکب میشدی؟ گفت نه، من قطعا مرتکب نمیشدم. گفت مقام عایشه از تو که خیلی بالاست، وقتی تو این کار مرتکب نمیشدی در حالی که مرتبت خیلی پایین است، پس زن پیامبر صلی الله علیه وسلم چطور این کار بکنه؟ از همون خاطر اطور مردمایی که رد کرد صراحتا الله متعال واره مدح میکنه. خدای بسیار درسای عظیم به ما است. والذی تولا کبره، او کسی که تولا فرا گرفته یا در دست گرفته کبره حسی بزرگی تهمت، یعنی اصلی برگرداننده همی تهمت است، من هم از همی جمله تهمتگرا، لهو برایش عذاب عظیم، عذاب خیلی بزرگ است در جهنم. سه دیگه خوباست توبه کرده لیکن حد سرش جاری شده، ام حسان ابن ثابت، ام چیستا مستح و ام حمانه بنت جحش. لیکن سریازی مفسرین اختلاف داره که حد جاری شده سری عبدالله ابن ابی یا نشده. بعضی میگه جاری شده و بعضی میگه جاری نشده، چونی توبه نکشیده. الله عذاب عظیمه، چرا؟ به خاطر که منافق است. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وعدی الله متعال است.
عالی آداب ببینه که یک انسان زمان یک سخن میشنوه چی برش بکار است. لولا اذ سمعتموه، چرا در آن وقتی که شما شنیدی سخن، ظن المؤمنین، اصلش اینطور است، لولا ظن المؤمنون، چرا گمان نکردن مؤمنا و المؤمنات، مردای مؤمن و زنای مؤمن هر کدامشان، بانفسهم، به نفسای خود، خیرا، نیکی را، اذ سمعتموه، زمانی که گپ شما شنیده. قرآن کریم تعبیر بانفسهم میکنه، اشاره میکنه المؤمنون كبنيان واحد، مؤمنا بمثل بنيان واحد است. المؤمنون كالبنيان يشد المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مؤمن بمثل بنیاد آبادی است، خشتای آبادی است، یکی دیگر را با هم چی کرده؟ بسته کرده. از دو خاطر مؤمنا در بین خود هر کدامشان حیثیت نفس خود داره و در نفس خود هیچ کس راودار نیست که در حق کسی بی سند و دلیل چیزی بگوید یا تو را نسبت عیب بکنه. از او خاطر اشاره به این میکنه که مؤمن باید همینطور حیثیت داشته باشه. اگر همین حیثیت موجود نباشه در ایمان نقصان میاد. و پیغمبر علیه الصلوة والسلام از همون خاطر میگه که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، برای برادر مسلمان خود دوست داشته باشه آن چیزی را که برای خود دوست داشته باشه. و پیغمبر علیه السلام المؤمنون چیست؟ كجسد واحد، گفته فی تعاطفهم و توادهم و تراحمهم، در شفقت خود، در دوستی خود به مثل یک جسد است. اگر یک عضو در شکایت میاد کل جسد نارام می باشه. از او خاطر حیثیت مؤمن حیثیت یک جسد است. تعجب است که در زوجی مطهره پیغمبر تهمت بلگانی و تو از او بچ باشی، قطعا شده نمیتونه. اول درس برای مؤمنا داده شد که هر موضوع مسئله را کسی میشنوه دستی طور نکنه که بگویه که بله همی واقع شده، بلکه سری مؤمن عقیده خیر داشته باشی، گمان خیر داشته باشی. چرا؟ ایمان مؤمن مانع و سد رای تمام گناه هاست. کسی که مؤمن واقعی است. و قالو می گفتن به زبانای خود صراحتا هذا افک مبین، که دروغی آشکارا هست، مثل ابی ایوب انصاری رضی الله عنه سیاسریش. از این معلوم میشه که کدام صحابه صراحتا رد نکردن و هم یک نوع گناه شامل شدن. الله متعال دوام اشاره میکنه. مؤمن باید همینطور باشه. سری مؤمن عقیده خیر بکو و دستی بگو که دروغ است. دوم، لولا جاءوا علیه باربعه شهدا، چرا آوردن نکرد وقتی که بهتان کردن؟ حکم الله متعال است که کسی نسبت زنا را به کسی میکنه باید 4 شاهد بیاره. چرا 4 شاهد نآوردن؟ یعنی به گفتی خود چرا نآوردن باربعه شهدا، 4 شاهد که شرط ثبوت زناست. فاذ لم یأتوا بالشهداء، پس وقتی که نآوردن به شاهدا، فاولئک عند الله، پس اینمی مردما به نزد الله متعال هم الکاذبون، یا دروغ گوی هستند. یعنی مطابق قانونی که الله وضع کرده یا دروغ گوی است. ام حقیقتا دروغ گوی است، چرا که اصل واقعه بالکل براءت است، هیچ نوعی گپا نشده. هم قانونان یا دروغ گوی است، چرا قانون میگه اگر نسبت زنا را به کسی میکنی بعد 4 شاهد پیش کنی، اگر نکردی حد قذف میشی. از همون خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم حد قذف سر از جا جاری کرده. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نمی بود فضل و احسان الله متعال علیکم بالای شما و رحمته رحمت الله متعال بالای شما فی الدنیا در دنیا و الاخرت در آخرت، لمسکم می رسید بر شما فیما در اون مسئله که افضتم شما مداخله کردی فی دو مسئله، چی می رسید براتون؟ عذاب عظیم، عذابی بزرگ، مثل که بالای عبدالله ابن ابیش منافق برش عذاب می رسه، به کسایی که دیگه گپ گویی کرده بودن به هم می رسید. لیکن فضل الله که توفیق توبه بود، بس 3 صحابه که دی داستان شریک بودن الله برشان فضل کرد که توفیق توبه داد و رحمت الله کرد، یعنی قبول توبه. یک معنی است که توبهشان قبول کرد. یا مراد از فضل الله متعال در اینجا زجرها برای منافقین است که الله منافقین از زجر داد، تهدید کرد. و مراد از رحمت الله ذکر آداب نیک است که برای مؤمنا بیان کرد که مؤمنا آینده باید بسیار بیدار باشه و آداب یاد بگیره که هرگاه یک سخن همینطور میشنوه چه قسم باید بکنه و چه معامله را انجام بده. در دنیا و آخرت به خاطر میگه که در دنیا فضل الله شد که مهلت توبه داد، زود تکده الله یار عذاب نداد، و در آخرت به خاطر که توبهشان قبول شد مورد عذاب الله قرار نگرفتن. اما 3 نفر مؤمنا
در حالی که عبدالله ابن ابی ابن سلول او الله متعال در عذاب او را واقع کرد. از تلقونه بالسنتکم، در آن وقتی که می گرفته، یعنی نقل سخن دروغ می کرده، بالسنتکم به زبانایتان اشاره میکنه، سخنی که به زبان گفته میشه حقیقت نداره، این سخن باطل میگه، اشاره به بطلان سخن میکنه. و تقولون میگفتی بیافواهکم، به دهنهای خود، یعنی بی علم، علم نداشتی و این گپا میزدی. ما طور گپار لیس لکم بی علم، که نبود برای شما علم، دلیل مراد هیچ دلیل سرش نداشتی او شما نقل میکردی. و تحسبونه هینا، شما گمان میکردی که گپ عادی است، سخن آسان و سبک است. و هو عند الله عظیم، در حالی که سخن به نزد الله متعال خیلی بزرگ بود. الله متعال تقبیح نسبت کیا کردن به سه وجه میکنه. اول وجه، چرا به محض شنیدن اکتفا کرده بدون تحقیق؟ انسان یک موضوع را میشنه و تحقیق بکنه، بعد از او یک کار بکنه. یک. دوم است که دوم گپ، چرا بدون دانش و دلیل شما دنبال ای رفتی و ایرا یکی به دیگر نقل میکرده، در حالی که در سوره بنی اسرائیل یا اسراء تیر کردیم و شما ولا تقف ما لیس لک به علم، از پی آن چیزی که علم و دلیل نداشته باشی نشو. سوم وجهش ای بود که گناه بزرگ شما سبک شمرده، گپای عادی شمرده، این به نزد الله متعال بزرگ بود. چطور بزرگ نباشه که نسبت تهمت در زوجه مطهره رسول الله که سبب آزار و اذیت پیغمبر میشه. آزار و اذیت پیغمبر بزرگترین و اشدترین گناه است. کسی که رسول الله را صلی الله علیه وسلم آزار میده، این جرم با وصفی که در اصل خود جرم است. مطلق یک زن مؤمن تهمت کنی، باز بعد از او که زن رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد، دو باز بعد از او که سبب اذیت پیغمبر و صحابه و مؤمنای عام شود، دیگه این سه چهار گناه با هم دبل شده مرتکب شدن. قرآن کریم درس داد بر ما که یک گپ در پیش ما آمد، مناسب نیست که زود تیکه به کسی دیگر انتقال بدیشه، چی ضرورت برش داری؟ از همون خاطر در حدیث پیامبر علیه السلام میگه کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، بر یک انسان همین دروغ کافی است که هر چیز میشنه به مردم بیان کرده و رایسته. نه، تا که تحقیق نکردی، حقیقت حال برات معلوم نشده، تو باید ایرا نقل نکنی و همونطور بیان نکنی. الله معافی بکنه، مغفرت. خودم به می گپ چی شدم، یکی از عواملی که ما طرف سلفیت و قرآن حدیث توجهم پیدا شد امی بود. یک کتابخانه رفتم کتاب می خریدم، از پیشم سوال کرد امو کتاب فروش که در مورد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چی میگی؟ ما گفتم آدم مجسمه است، نعوذ بالله، قائل به جسمیت الله است. گفت کجا گفته؟ ما گفتم او میگه که الله سر عرش نشسته پای خود شور میده. گفت کدام کتاب گفته؟ گفت کتابای از کلش امرای ما هست، اینا برای ما بکش. من چون خو معلومات نداشتم، مقلد بودم، دنبال رو هر کس کی چیزی میگفت، مردم کی چیزی میگفت امور از زبان میراندم. در اینجا ما کمی تنازل کردم، گفتم نه، او خو میگه که الله سر عرش است، ایرا خو میگه. گفتی عقیده ما ابو حنیفه هم است، کسی که تو در مذهبش است افتخار سرش داری. شرح عقیده التحویه را تا کرد، سفر کشید و ما دیدم دیگه یک طرف خو پشاور گرمی بود، دیگه طرف سخت ملامت و خجالت شدم، مرا عرق فرا گرفت. دیگه همونجا تصمیم گرفتم که بدون سند در مورد کسی باید انسان گپ نزنه. امروز برادرها و خواهرای ما حتی ادناترین معلومات نداره، اما در مورد شیخ الاسلام ابن تیمیه حتی علما در سر منبر نعوذ بالله کلمات بد استعمال میکنه. و همچنان در مورد محمد ابن عبدالوهاب، ما که محمد ابن عبدالوهاب از یاد بیان میکنم به این خاطر که یک عالم مسلمان است، دفاع از دین کرده، مبارزه عملی کرده و یا واقعا خدمت برجسته برای دین کرده. از هر عالم الله اینطور خدمت ها را نگرفته که از او گرفته. و یکی به خاطری را بیان میکنن که ما را نسبت به او میده، در حالی که ما خود نسبت به او نمیدیم. نه مذهب است نه ای گپ است. لیکن شما برادرها و خواهرها را ماگاه میکنم که هرگاه یک موضوع مسئله را شنیده به تحقیق سر کسی حکم نکنه. شما بروید عالی بجای از اینکه ما به همفر جاسوس انگلیسی که کسی کتاب خیالی نوشته کرده، هیچ کسی باور نمیکنه که یک جاسوس انگلیس کل برنامه های خود در کتاب نوشته کنه که مسلمان ها خوب بیدار شود. جاسوس انگلیس برنامه خود به مردم افشا نمیکنه. این آدم بیعقل و کمعقل و احمق می باشه که طور کار میکنه. از او خاطری کار قطعا غلط نیست، لیکن کتاب به نام جاسوس انگلیس همفر است و او کتابا چاپ میشه. امیالی در افغانستان تون چاپ شده، مفت توزیع میشه.
و او کتاب یک سال 23 صفحه است، سال دیگه 48 صفحه میشه، سال دیگه 100 و چند صفحه میشه، هر سال دو اضافه میشه و کلش غلط است. الحمدلله کتابی که عبدالظاهر داعی نوشته کرده در مورد شیخ محمد ابن عبدالوهاب، اصلا دفاع از دین میکنه، دفاع از شخص نمیکنه. چرا اینطور شخصیت لکه‌دار ساختن خوب نیست. شما الحمدلله کتابای شیخ محمد ابن عبدالوهاب هر کدامش که شما بگیری یک دفعه مطالعه کنی، بعد از او باز حقیقت حال معلوم میشه. ما پشت افواهات و جاسوس انگلیس میریم بدون سند بدون دلیل. برو امی گپ جاسوس گفته، امی گپا را بیخی بیان کرده، لیکن به ما چی مناسب است؟ قرآن برای ما چی میگه؟ در زبانای خود میگیم و چیسته در دهنای خود نقل میکنیم. امی گپا را بی علم الله متعال آدم میگیره. و این گپا را شما عادی فکر نکنی که یک آدم بگوی وهابی او وهابی به نزد تو بسیار منفور باشه. این گپی عادی فکر نکن، قرآن میگه این گپی بزرگ است. چرا؟ تو صد رای مطالعه کتاب یک عالم میشی که او کتاب بسیار انسان میفهمانه. کتاب توحید ازور یک دفعه مطالعه بکن که تو را از حقیقت دین آگاه کنه، الله را بشناسی، وگرنه الله را نمیشناسی. واقعیت برات میگم. پس از او خاطر وقتی توی تبلیغات میکنی صد رای مطالعه بسیار مردم میشه که رای حقیقت پیدا بکنه. این گپ عادی نیست. یا کسی را وهابی میگی یا کسی را گپا میزنی، سند بکش، دلیل بکش. مرد استی امی کتابش مورد انتقاد قرار بده، نقد سرش بکن. یک رسالهشه، یک کتابشه. تاسف است امروز مسلمانای ما بدون سند و دلیل هر کس تهمت میلگانه. چرا میلگانی؟ قرآن کریم درس شد برای ما، درس عظیم شد که وقتی ترگب بود شما چرا تحقیق نکرده؟ الله این ترگبی که بی تحقیق شما نقل میکنه یکی به دیگه این را تقبیح میکنه. و کسی که بی علم گپ میزنه و کسی که یک گناه را بزرگ است خرد میدانه، این بسیار گپی غلط است. گناه بزرگ چطور خرد میدانی؟ الله میگه که به نزد الله عظیم است. ولولا استمعتموه قلتم، اصلش ولولا قلتم، چرا نگفته استمعتموه زمانی که شما شنیده امی گپ اولا چی میگفته؟ ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، نیست لایق برای ما که سخن بگوییم به این گپا. اتوری گپا برای ما مناسب نیست که سر زبان بیاریم.